هم قالون میکنن هم ایرمینتر نفست هم مردنی ادریم خونه زده بودند توری که خونه. در موضوع خدارامتی قابل جان هموطنان عزیز این ویدیو برای نفرایی که در روسیه قرار دارن این حال در اونجا زندگی میکنن کار و فعالیت میکنن. یک برادری نزدیکم از گلسویش میمونم. خبری وای رفع جان همین یا دینا بگیم همین گروه که تلگرام داشت کنم نتستو همودا مثال توریکوی خودمون هم میدونن کامنتاریشون در هر چی قرات می‌نویسن کو همین دسته بچه را ساعت 4 سال ادری خونه‌شون گرفتن بردن برای کی ده همونجا گپوی نمی قبه زدگی مثلا حتی اگه هر کامنتاری نتستو جواب دادگان توریکوی خودمون 4 سال گفت گپو کی درمدن خونه برداشتن زده بردگانشون تازه را سر دادگیشون نیست هم قالون میکنن هم ایرمینتر نفست هم مردنی ادریم خونه زده بردن توریکی خونه. به همین خاطر خواهش میکنم این ویدیو را به همه نفرایی که مثلا هستن در روسیه روان کنین. من میفهمم که این حالت در دوباره مثلا علاممون کردگیه و فقط میتونیم مثلا ما هم رنگی هم بود هم کامنتاری درآمده در دیلمونه بگیم. ما نه همه وقت در دیلمونه مثلا آرومانه میگیم. حقیقت دشنام خیلی زو متاسفانه بسیارن. التماس در یگان سخنان قبه دشنام ننویسین. هازی هم خیلی سیتواسیون شده که برعکس گرفته پروتیف خدمت زدهسن با گرفته محکم کردهسن. من نمیدونم چی فکر کنیم چی گپ بزنم. من فقط میتونم شما را آگاهی کنم که در همین سیتواسیون نغلطین. هم خیلی برادر عزیز متاسفانه در همین حالت قرار داریم. مردم تاجیک دعا میکنیم که خداوند مهربان در پناه رحمتش نگهدارمون باشه و قوتمون بده که این روزای سخت سنگینه بگذاریم یک جای. راه افتاده نمیشیم. دعا میکنیم خودتون و نزدیکاتون احتیاط کنین. خدا نگهبان.